سلام، خبرهای رادیوی آزادی را از روز پنجشنبه 25 فوریه تقدیم میکنیم. روز 25 فوریه در شهر پکین وزیر امور داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده با گو شنکون وزیر بخطری جمعیتی چین موضوع تأسیس مرکز مشترک علیه تروریسم در شهر دوشنبه را بررسی کردند. قرار است در بنیاد این مرکز به تاجیکستان حکومت جمهوری چین کمک کند. تفصیلات بیشتر این موضوع از جمله جزئیات کار مرکز ضد تروریسم هنوز در دست نیست. مسئولین وزارت امور داخلی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند که در این ملاقات اینچنین مسئله‌های تامین بخطری کارخانه‌های چین در تاجیکستان و رسانیدن کمک برای ساختمان بینای نو اکادمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز مطرح شده است. چین یکی از همکاران مهم استراتژی تاجیکستان بوده در ساختمان راه و نقب‌ها، پایگاه‌های گرم‌دهی و چندین لایحه کشاورزی سهم دارد. روسیه به افغانستان 10,000 مسلسل کلاشنیکوف و مقدار زیادی تیر و مهمات تحفه کرد. این عمل همچون عمیق‌تر شدن دخالت مسکو در امور افغانستان ارزیابی شده است. سفیر روسیه در افغانستان الکساندر ماگنیتسکی میگوید که کشورش در مبارزه با آشوبگران و قاچاق مواد مخدر به حکومت افغانستان کمک خواهد کرد. دولت محترم روسیه اسلحه که مورد ضرورت قوای دفاعی و امنیتی کشور ماست توأم با مهمات در یک وقت بسیار مهم و نیروهای پلیس و سایر نیروهای امنیتی کشور ما فراهم کرد. ارتش افغانستان که کاملا به کمک‌های خارجی وابسته است، مسئولیت تامین امنیت در سراسر این کشور و مقاومت با آشوبگران را بر دوش دارد. با بیرونشوی نیروهای پیمانی ناتو از افغانستان، ارتش این کشور از مسکو درخواست اسلحه خرد، توپخانه و حتی چرخبال‌های جنگی کرده است. شاهروخ سعیدزاده پسر رئیس خدمات گمرک تاجیکستان عبدالفتاح غایب معاون سردار ریاست جستجوی جنایی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تعیین شده است. این خبر را بر رادیوی آزادی جلال‌الدین صدرالدینов سخنگوی وزارت کارهای داخلی روز 25 فوریه تصدیق کرد. شاهروخ سعیدوف 30 ساله از افراد خیلی نزدیک به رستم امامعلی رئیس کنونی آژانس ضد فساد و پسر کلانی رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان بوده. تیم فوتبال استقلال در سال 2007 با ابتکار هر دوی آنها به وجود آمد. پرزیدنت امامعلی رحمان قرار حکومت درباره رحمان آباد نامگذاری شدن یک دهه تازه بنیاد در ناحیه شغنان ولایت بدخشان را امضا کرده برای بررسی و قبول به مجلس ملی تاجیکستان ارسال کرده است. این قرار روز 9 فوریه امضا شده الکی در رسانه‌های رسمی تاجیکستان اسم این دهه همچون رحمان آباد نام برده می شود. به اطلاع مسئولین چنین قرار بعد رسیدن نامه درخواستی ساکنان منطقه پیتاودشت به حکومت مرکزی قبول شد که خواسته بودند اسم این دهه به افتخار پرزیدنت رحمان آباد نامگذاری شود. از سبب آنه که ماه ایول مردم برسن در اثر سیل بیخانه ماندند، در موافقه با حکومت جمهوری تاجیکستان و برای ولایت تصمیم گرفتند که در همانجا برای مردم خانه جا جدا کنند. بعد از آنه که قطعه زمین جدا گردیدند، خود تشریف جناب اوری به بدخشان شدگی بود سال گذشته ماه ایول و با سفارش بی‌واسطه رهبر دولت برای 84 ولایتی از خانه به خانه ماندن خانه ساخته شد و برای هر یک عائله مواد خوراکواری، سوزشواری برای زمستان و تا سوزن و رشته و کرته و کرپچه و کاسه و طبق همش را دسترس کردند. 2 روز قبل از این در ناحیه خراسان ولایت ختلان باغ نوبنیاد را به افتخار امامعلی رحمان پیشوای ملت نام گذاشتند. در عرفه انتخاب رهبر نو اتحادیه بین المللی فوتبال یا خود فیفا تشویش احساس می شود که آیا رهبران این سازمان خواهند توانست اصلاحات راه اندازی نموده اعتماد به فیفا را دوباره برقرار کنند؟ در انتخابات روز جمعه 5 داوطلب سبقت می کنند. صاحبکار از افریقای جنوبی توکیو سکسول، شاهزاده اردن علی ابن حسین، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه، دبیر کل اتحادیه فوتبال اروپا جانی اینفانتینو و حقوقشناس جروم شمپین. عیبنامه‌های فساد در میان مقامداران فیفا و برکناری زب بلاتر از رهبری فیفا اعتبار این سازمان را خدشه‌دار کرده است. اشتراکچیان کنگره فیفا در شهر توریخ شویتزاریا انتظار دارند که انتخاب رهبری نو آغاز اصلاحات در این سازمان خواهد بود.
برای دریافت اخبار و ویدیوی بیشتر سری بزنید به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم زمینه رادیوی آزادی برای تلفن همراه.